بسیار بفرمایین. اجازه سلام علیکم. خوش آمدین به لابراتوار ما. لابراتوار فرشته اینجاست؟ بله. با تجربه 20,000 ساله از کشورهای امریکای مرکزی و بحرهای مدیترانه. در بحر چی میکنی؟ اوجا مواد غایطی شار که چک میکنیم که دل درد نشه. امیر دکتر در انگلیسی دادم به فارسی را خواندن میتونم. خب شما بودین دینی مواد غایطی تانو بیارین. چرا کلان؟ باش نه گلاس است بعد است. این دیگه. مقصد چیز از تی خورد نیست بخی؟ اسمتون؟ عبیدالله. برین شما مواد بیاین دیگه. یک مریض جنجالی مریضا اینا رو مواد غایطی کلش هوا میکنه. دکتر صاحب راسم بفرمایید څنګه تاسو ښه جوړی په خیر ستنه ښه دي زنده اوسئ. ډاکټر صاحب یو خبر بل ته هر ځل چې دغه راوړم کنه دغه بیانات راوړم بیانات مې ورکیږي هر شي کې به خورد و برد لیدل اوس په لابراتوار کې خورد و برد دی د پرسر بیرم نفر بگین یک بوتل قوطی برتان میته مواد غایطی تانه بیارین تیار راوړې مې هیچ چیز ادرار ماست خود برین خود نیم ساعت بعد بیا برای که مریض بدی آمد وقت نیست برای اینا سلام اینا ببینید این چیزی چی؟ نه او خورد بودید تا پس دادم گفتم به یگان مریض دیگه کار میشه که معاینه کنه دایی ادرارتانه بیارین مواد غایطه خواسته بودین آخو دو جای نشدین دایی آردم این چرا چملک است؟ سر گلاس که پیشین همین خم نشه گلاس کاغذی است آدم قگک ده چیزی ده آوردی مکمل ده لابراتوار دیگه بردم گم میشه گفتم ده یک چیز صحیح بیارم که گم نشه یک کمک شده اینی پرتو کت قاشق کت یک چوبک شما میفهمین در قاشق میبینید قدس میپرتین یا مزیشت چی حال است سلام علیکم و علیکم السلام خوب است انسان خوب است خیر سلامت مواد تانه اینا آورد آماده است معاینه دیگه معاینه کردن ایره بگیرین پس چی میکنین شما هیچ استفاده نکردین یک دقیقه صبر کنین اینو خلاص شوه ویندوزت کلان شده این قسمت است دیگه تو گوگل ما رو ببین که گوگل ما چطور است در قسمت پایین تلخیت نیشه زده سنگ سنگا باز سنگا میباشه که تیغ و نوکش تیز است قسمت تلخیت و او یک خوبی داره که تمام کرمای داخل بدن تا کشته اونم تیغ که خلاص شد باز گرده تا میکشم تا میده بالا میره اگه تداوی تا نکنی تکلیف ما از گرده است اوجا بعدر تو برام تلخی ما رو بیان کردی چیزی چی رقم حساب اونم تیغ اگه خارج نشد است مواد غایطی در گردیت میره آیستا میره گردیت اما سر گردیت هم تاثیر کرد تیغ وقتی که چخ میشه در یک بغلت و بسیار تاثیرات دیگه داره ات میشی یگان سیخ میزنه سیخ میزنه اونم خیز میزنه از تلخیت میبره گرده را میزنه گرده را لط کده رئیس بر اوجا یک جای معاینه کردیم گفت که ریماتیزم است و دیگه بعد قند ما رفت معاینه کردم گفت گردیت سنگ داره نه چرا شما دقیق چک نمیکنید بخیر ولا که بفهمه نه اینم تو را سعی خود معاینه میکنی اگه نیک نمیکنی برو اروپا که بیخی گردیت دستت بتن برو خب اسمتون چی بود حاجی عبیدالله اینه تبریک باشه بسیار زیاد تبریک میگم براتون زندگی خوش داشته باشین عامل هستین شما دکتر صاحب بله مرد مرد هستی باز از مواد غایطه عاملگیر از کجا میفهمید نه چیست اشتباه شده مو شما قد سرنوشت ما بازی میکنین بله از خود این رقم نکنین یک کس با اینه خود میل از پیشتون تبادله میشه از عامله رو میگیرین بر مرد میتین از کسی که ضربی سیاه داره اون رو به میتین اچ آی وی هستی یک کسی که اچ آی وی است رو میتین به یک کسی که نرمال است این رقم نکنین خاص سرنوشت مردم بازی میکنین 2000 پر دور ریسپشن متاول کردیم پیش از اینکه مواد غایطی عزیزم اینجا بیارم من راپور بده من مریض نه آمدین چی تکلیف دارین شما ما تکلیف اعصاب دارم من راپور بده که به دکتر رو شکایت کنم که تو شما بر مرد عامله رو میکشین مربوط علی آباد میشین شما مربوط علی آباد نمیشه مرسو نه شما کی اومدین اینجا گفتم بده
بده راپور که به خدا شما این نمیرقم مردم در بدر کنیم با سرنوشت قیمت از این میفهمی؟ قیمت از این میفهمی وردار قیمت از این میفهمی کل فکرتون در فیسبوک در چت در آی لو یو چت برو برو یاره نمارینی کیسته اینا میگم در جانت نشینه اون نمره که نگاه کردی زار خودت شوه من مواد رای تیمره دکتر صاحب ما رفتم هیچ چیزم نبود صرف ملاریا بودم یک دانه دو دانه پرستامول من دادم خوب شدم ایدا گردیت سنگ است ایدا د معدیت است زردی سیاه داری زردی سفید داری بردار حساب آدم خراب میکنه قدر ما درس خوندیم تحصیل کردیم کلش به صفر برابر میکنن دیگه قسم مریضا رو نمان